الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. آقای نیما کهکشانی عزیز از من خواستن که یه ویدیو در مورد اینکه چرا ماهی چشم تلسکوپی غذا نمیخوره درست کنم و من هم به خاطر ایشون ساختم. خیلی ممنون، تشکر. علت غذا نخوردن ماهی چشم تلسکوپی میتونه طیف گستردی از دلایل رو در بر بگیره. میتونه از به خاطر دلایل ساده‌ای مانند جابجایی و استرس محیطی باشه تا مشکلات داخلی و انگلی و روزی. بنابراین باید موقعی که ماهی‌ها غذا نمیخورن از 24 ساعت تا 48 ساعت، یعنی تا 24 ساعت اشکال نداره، ولی از 24 ساعت تا 48 ساعت اگر غذا نخورن باید به دنبال دلایل اون باشیم و به دنبال رفع دلایل اونها باشیم تا ماهیمون بیشتر زندگی. یکی از رایج‌ترین دلایل غذا نخوردن ماهی‌ها، مخصوصا ماهی چشم تلسکوپی، استرس هستش. استرس باعث میشه اون نتونه خوب غذا بخوره. چرا ماهی چشم تلسکوپی استرس؟ 5 تا دلیل داریم که ماهی چشم تلسکوپی استرس میشه. دلایل استرس ماهی چشم تلسکوپی چه چیزی باشه؟ یکی انتقال ماهی به آکواریوم جدید. دومی جابجایی دکوراسیون داخلی آکواریوم. سومین دلیل استرس ماهیان چشم تلسکوپی ورود موجودهای جدید و چهارمین دلیل استرس ماهی‌های چشم تلسکوپی سروصدای زیاد اطراف آکواریوم هستش. پنجمین دلیل استرس ماهی‌های چشم تلسکوپی نور زیاد یا کیفیت پایین نور، یا زیاد کم یا زیاد خیلی شدید باعث میشه که اینها استرس بگیرن. حالا راهکار استرس محیطی برای ماهی چشم تلسکوپی چیه؟ راهکارش اینه که کمتر آکواریوم رو دستکاری کنیم و محیط آرام و امنی رو برای ماهی چشم تلسکوپی به وجود بیاریم. به طور کلی ماهی‌های تازه خریدار شده چون جاشون عوض میشه چند روزی غذا نمیخورن تا با شرایط جدید عادت کنن و غذا بخورن. دومین دلیل غذا نخوردن ماهی‌های چشم تلسکوپی کیفیت نامناسب آبه. افزایش نیتریت، نیترات یا آمونیاک آب باعث میشه که ماهی چشم تلسکوپی نتونه خوب غذا بخوره. اگر کیفیت آب مناسب نباشه چه علائمی داره؟ چه علائمی در ماهی نشون میده؟ یک، ماهی در سطح آب شنا میکنه. دوم، ماهی تون نفس میکشه. سوم، بیحاله و چهارم، بی اشتها هست. اینها نشانه هایی هستن که کیفیت آب مناسب نیست. الو، سلام، حالت خوبه؟ من یک کانال یوتیوب زدم. هر وقتی یا دوست داشتی حسین یوتیوبر رو توی یوتیوب سرچ کن، کانال من بالا میاد. برو تمام فیلم‌های من رو نگاه کن، لایک کن، سابسکرایب کن. سابسکرایب کن یعنی دنبال بکن دیگه. برو عضو کانال من بشو. اون زنگوله رو بزن اگه فیلم جدید فرستادم ببینی. فعلا ازش کمه ولی یواش یواش زیاد میشه انشالله. برای همه فیلم‌ها هم یه کامنتی بذار، یه حال نداشتی کامنت هم بذاری، یه عدد یه چیزی بذار. خیلی ممنون، دستتون در نکنه. تشکر، خداحافظ. مهاتما گاندی میگه عظمت یک ملت و پیشرفت اخلاقی اون رو میشود از برخورد آنها با حیوانات قضاوت کرد. برای اینکه آب ماهی زیاد کثیف نشه چه راهکارهایی وجود داره؟ اولین راهکار اینه که تست کنیم آب و هر از چندگاهی تست کنیم تا کیفیت آب رو متوجه بشیم. دومین راهکار اینه که هفتگی به صورت هفتگی 1/4 یا نصف آب آکواریوم رو تعویض کنیم تا مطمئن بشیم کیفیت آب مناسبه. سومین راهکار استفاده از فیلترهای خوب فیلتر کنیم آب ماهی رو تا بتونه راحت تر باشه. چهارمین راهکار که کیفیت آب بهتر بمونه اینه که غذا زیاد به ماهی ندیم تا آب کثیف بشه. بسیاری از بیماری ها در ماهی ها، مخصوصا ماهی چشم تلسکوپی، خودش رو با بی اشتهایی نشون میده.
بیماری‌هایی مثل بیماری‌های عفونی، سفیدک یا ایک یا بیماری‌های انگلی. یکی از دلایل غذا نخوردن ماهی یا کیفیت پایین غذا یا بی‌کیفیت بودن اون هست که به 4 بخش تقسیم میشه. یکیش این که غذا تاریخ مصرف گذشته باشه، دومی که کیفیتش پایین باشه، سومین دلیل بزرگ بودن اندازه غذا و چهارمین دلیل تنوع غذایی کم باشه. مثلا توجه داشته باشیم اگه ماهی گوشتخوار باشه براش یه وقت غذای گیاهخوارها رو نریزیم، ماهی‌های گیاهخوار رو براشون نریزیم. یکی از دلایل غذا نخوردن ماهی‌ها از جمله ماهی چشم تلسکوپی اینه که رقابت بین ماهی‌ها زیاد هستش و ماهی‌های قوی‌تر فرصت غذا خوردن توسط ماهی‌های ضعیف‌تر رو از اونها میگیرن. نشانه‌های اونها هم یکی اینه که ماهی به غذا نزدیک میشه و سریع فرار میکنه. دومین دلیل موقع غذادهی ماهی یه جای قایم میشه، پنهان میشه. سومیش هم اینه که کاهش تدریجی وزن در ماهی هستش. راهکارش چی هستش؟ راهکارش اینه که غذا رو در جاهای مختلفی از آکواریوم پخش کنید و بریزید تا وقتی ماهی‌های قوی‌تر میرن اون طرف، ماهی‌های ضعیف‌تر بتونن این طرف غذا بخورن. دلیل بعدی غذا نخوردن ماهی‌ها اینه که دمای مناسبی نداره آبی که تو اون هستن. بیشتر ماهی‌ها در دمای 24 تا 28 درجه سانتیگراد، ماهی‌های گرمسیری مخصوصاً، میتونن زندگی کنن. اگه دماش کم باشه ماهی کم تحرک میشه، پنهان میشه و کم غذا میخوره. اگر این مواردی رو که گفتیم، دو صدای کم و اینایی که گفتیم و در کل رعایت کنید، به مدت کمی باید ماهی‌ها اشتهاشون برمیگرده و غذا میخورن. من ویدیوهای دیگه‌ای در مورد ماهی لجنخوار کت اسپورت و سگ پودل و کبوتر و گوسفند و چیزهای دیگه ساختم که میتونید در کانال من ببینید و از اون لذت ببرید. از اینکه این ویدیوی من رو تا آخر تماشا کردید از شما بسیار ممنونم، خیلی ممنونم، تشکر میکنم. لطفا نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای من ارسال کنید و بگین در مورد چه حیوانی براتون ویدیو بسازم. خیلی ممنون، تشکر.